شد تنبیه بدنی. فکر کردیم از بهتر میشه ولی اشتباه کردیم. عدالت رو خریدن و بعد دیگه فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. داداش نگردم آقا نگردم، من همینجا پیاده میشم. آقا نگردم بیشتر از این مزاحم نمیشم. داداش نگردم آقا نگردم، من همینجا پیاده میشم. آقا نگردم بیشتر از این مزاحم نمیشم. مرسی. این وریا خیلی حالشون بهتر از اون وره. نمیدونم ما مثل که الکل نمیفروشن ها. این آهنگ بعدی آهنگ از یکی از عزیزترین هنرمندا فریدون فرخزاده. همتون باید باش بخونین، همتون باید باش برقصین. امیدوارم که صدای شما اینجوری باشه که این ورم گرم شه. دمتون گرم. بریم. دوران بود سرمای فراوان بود، یارم در آغوش مراسان بود. از سردی افسرده و بیجان بود، از فکر نسیمی بر خوشگل، از فکر و حال خود بودم غافل. میگوشیدم بهرش از جان و دل، میبردمش با خود سوی منزل. از باد و باران گشته آشفته، در هر تار مویش بویی مروارید قلبم سفته. طی شد راه دشمن آخر بر من و یار، با بوسه گرمی بودارم. با لبهایی چون غم بر رویم زد لبخند، برده همه رنج و غم از یارم. از باد و باران گشته آشفته، در هر تار مویش بوی مروارید قلبم سفته. طی شد راه دشوار آخر بر من و یار، با بوسه گرمی بگذارم. با لبهایی چون من بر رویم زد لبخند، برده همه رنج و غم از یارم. استقبال شب بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمایه فراوان بود. یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بیجان. یه بار دیگه شب بیابان بود، زمستان بود. همتون گرم به افتخار خودتون. هیچ شهری اینقدر ایرانی باحال نداره. تو این زمستون، تو این سرما جمعشن بیان چهارشنبه سوری اینجوری جشن بگیرن. به افتخار خودتون. ایران. آهنگ بعدی از آلبوم جدید ماست. این یکی هم اگه با ما بخونین و بپرین بالا پایین خیلی
خوبه، صداتون به همه جای دنیا داره پخش میشه الان و امیدوارم بقیه شهران یاد بگیرن این همه انرژی و باحالی رو. شب میبینی که نیست جاتره و بچه نیست میاره اون بره امشب چه دیر میگذره مثل دفعه قبل تا خود سهر یه بطری رو خالی کن شاید برگرده اوه بردار بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه شاید برگرده اوه بردار بیا همه چیز رفت و ببار یه بطری دیگه شاید برگرده اوه آره آره بابا آره 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 شب رو سره با پل ساعت میکوبه این بره یا اون بره امشب که دیر میگذره من که میگم ولش کن فراموش کن روش کن یکی جاشو میگیره یا برمیگرده بردا بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه شاید برگرده بردا بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه اون برمیگرده آره آره بابا آره 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 جاتره و بچه نیست میگم فدای سره یه شبم میگذره جیبت میگی خالیه روحیت ولی حالیه حرف حاجی تو گوش کن اون برمیگرده بردا بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه تا اون برگرده بردا بیا همه چیزو ببر از یاد یه بطری دیگه اون برمیگرده آره آره بابا آره 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 بابا آره 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 بابا آره 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 بابا آره آره افتخار خودتون، افتخار ایران.
این آهنگ بعدی از آلبوم جدیدمونه. با زورین هم یه 3 تا قاب عکس از بچگی ما که تو ایران بود بزرگ شدیم، هممون هم نسلای من، بچهای جوان‌تر بزرگتر، جنگ و داستانای دیگه که هممون باش بزرگ شدیم. دلمون همه تو ایرانه. ان شاءالله که حالتون خوب باشه. بس که سنگ پوست مینداخت. آزادی یه جایی بود که استقلال اونجا به نفت میباخت. شبا میرفتیم رو بوم با چشم باز حیرون میشمردیم گلایی که ضد هوایی روی تن شب میباخت. روزای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد. روزای بدی بود که زود تموم شد. خزون رفت و زمستون از همه از این و اون مرگی میخواست. واسه یه شهر شیشه ای سرنوشت یه دیوونه با سنگ میخواست. کور و کر و دزد و دیو زیر یه درخت سیب دموکرات شدن تو نوفل و شاتو. صدای بوق کامیون شنیدن از راه دور زیباست. روزای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد. روزای بدی بود که زود تموم شد. Dale, bye, bye. تابستون رفت و خزون کلاغا توی آسمون پرواز میکردن. در میخونه ها رو بستن و در دیوونه خونه ها رو باز میکردن. این قانون بازی آدمای عوضی عوض نمیشن. توی سینمای رکس که وزنای اسیر رو کباب میکردن. روزای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد. روزای بدی بود که زود تموم 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 شد. مرسی خیلی ممنون. ما قرار است که آهنگ آخر رو بزنیم. اجازه بدین گروه رو تقدیم کنم، حضورتون معرفی کنم. پس و پیش محمد طالانی گیتار، علی کمالی بیس، مارسلو درامز، سارا کمانگر ویولون، اردلان پایوار کیبورد و آکاردون. من آرش صبحانی هستم. این آهنگ آخری رو همتون شنیدین. این آهنگ محلی فارسی، تاجیکی، شیرازی، مال همه جای ایران هست. خلاصه با هم دیگه بخونیم گرم شیم و ما از محضرتون مرخص شیم.
تو داره سزاوارم بیا آی یارم بیا دلدارم بیا دل میگه تو داره سزاوارم بیا دل بر جانمه از بدخشانم به پیش منم بیا بیا دل بر جانمه آرام جانم به پیش منم بیا بیا یارم بیا دل دارم بیا دل میگه تو داره سفر سزاوارم بیا یارم بیا دل دارم بیا دل میگه تو داره سزاوارم از بدخشانمه آرام جانمه به پیش منم بیا بیا از بدخشانمه ماه تابانمه به پیش منم بیا بیا یارم بیا دل دارم بیا دل میگه تو داره سزاوارم بیا یارم بیا دل دارم بیا دل میگه تو داره سزاوارم بیا تو داره سزاوارم بیا یارم بیا یارم بیا دلدارم بیا میگه تو داره سزاوارم بیا میگه تو داره سزاوارم بیا مرسی ساقم شب بخیر اجرای گرم و پرشور و حال گروه کیوس در سرمای سرد زمستانی شهر استکهلم. امیدوارم تا اینجا از تماشای این کنسرت چهارشنبه سوری لذت برده باشید. بزرگترین جشن چهارشنبه سوری برون مرزی که هر سال با حضور ده‌ها هنرمند ایرانی و غیر ایرانی برگزار میشه. سعی کردیم امسال کار متفاوتی برای شما انجام بدیم و این مراسم فقط به صورت زنده و مستقیم یا به عبارتی به صورت اختصاصی از صدای آمریکا پخش میشه. به محض اینکه هنرمندان بعدی روی صحنه بیان به استکهلم برمیگردیم تا شما رو در جریان تازه ترین خبرهای اونجا قرار بدیم. اما در این لحظه که با شما صحبت میکنم جشن و رقص و پایکوبی در ایران هم ادامه داره. مردم در شهرهای مختلف، در تهران در محله‌های مختلف در کوچه و خیابان هستن، مشغول شادی هستن، آتش روشن کردن و به همین منظور پیام‌های زیادی هم از طرف شما برای ما فرستادن که مشاهدات خودتون رو گفتید، آنچه که در کوچه و خیابان‌ها میگذره که امیدوارم برسیم در پایان برنامه به تعدادی از اونها بپردازیم. برنامه جشن چهارشنبه سوری شهر استکهلم با اجرای گروه BOP ادامه داره. گروهی اسم کاملش هست Burn Out Punks، یکی از مشهورترین گروه‌های هنرهای خیابانیه که در اجرای برنامه از عامل آتش استفاده میکنه. بی ربط هم با چهارشنبه سوری نیست. بریم ببینیم چه خبره.
بیامید که دلدار رسید است، بیامید بیامید که گلزار دمید است، بیامید بیامید که دلدار رسید است. بیارید یک بار همه جان و جهان را، بیارید یک بار همه جان و جهان را، بیارید یک بار همه جان و جهان را. خورشید سپاری که خوش تیغ کشید است، بیامید بیامید که گلزار دمید است، بیامید بیامید که دلدار رسید است، بیامید بیامید که گلزار دمید است، بیامید بیامید که دلدار رسید است. به افتخارشون یه دست محکم دوباره بزنین لطفاً. به 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 به. You having a good time? Wow. All right. I'll do another. تا لحظاتی دیگه گروه موسیقی گلبانگ روی صحنه میاد، یه گروهی که از موزیسین ها و هنرمندانی با سابقه و پیشینه مختلفی تهیه شده، یعنی به عبارتی حالت بین المللی دارن و الان 18 ساله که در کنار هم کار میکنن. گفته میشه که گروه موسیقی گلبانگ از شهرت و اعتبار زیادی در سوئد و کشورهای اطراف برخورداره و در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و هنری شرکت میکنن. اما تا اونها روی صحنه بیان و برنامه آماده بشه، من یکی دو تا از نظراتی که به دست ما رسیده با شما در میون بذارم. یکی از دوستان با نام سلماز میگه که چهارشنبه سوری از جشن‌ها و آیین‌های باستانی ایرانیانه که در گذشته‌های دور انجام می‌شده، باعث افتخار و غروره که همچنان ما نسل امروز ایران آن را برگزار می‌کنیم و به طرق گوناگونی در زنده نگه داشتن این آیین‌های باستانی کوشا هستیم. دوست دیگری گفته از همه جوان‌ها و کسانی که مراسم رو برگزار می‌کنند بخواین، بیشتر منظورشون اونایی که در تهران هستن، وقتی آتیش روشن می‌کنن، شادی می‌کنن، جشن می‌گیرن، به توصیه‌های ایمنی هم توجه بکنن، از استفاده از ترقه‌ها، نارنجک‌های قوی و به عبارت این چیزی که ایشون گفتن بمب‌های دستساز قوی خودداری کنن که باعث اذیت و آزار دیگران نشه. پیام‌های زیادی در همین رابطه داشتیم. خیلی‌ها گفتن که متأسفانه بعضی‌ها به صورت افراطی این مراسم رو برگزار می‌کنن. حالا یه سری اصطلاح‌ها رو من باهاش آشنا بودم، مثلا ترقه و فشفشه و اینها، ولی چیزهای جدیدم یاد گرفتم. کارپی، دارت، چپق و مواد محترقه، حتی پیف پافایی که توی آتیش میندازن و چیزایی که به یه نوعی انفجار ایجاد کنه و سر و صدای زیادی داشته باشه. خیلی‌ها میگن که از همه درخواست بکنین توجه بکنن، باعث اذیت و آزار دیگران نشن، چرا که متأسفانه برگزاری مراسم هر سال تلفات زیادی رو بر جای میذاره و گروهی راهی بیمارستان میشن که امیدوارم همینجور باشه و توصیه ایمنی رو رعایت بکنید، از کارهای خطرناک هم خودداری کنید. بریم به استکهلم. گروه گلبانگ روی صحنه اومده، نگاه میکنیم. هنرمندا مشغول کوک کردن سازاشون هستن. برنامه‌ای که زنده است و با توجه به سردی که هوا داره
میشه حدس زد که اجرای رو صحنه کار چندانی هم برای هنرمندان نباشه. اما خب به نظر میرسه که تا چند ثانیه دیگه برنامه اصلی شروع میشه. گفته میشه ترکیبی از آهنگ‌های ایرانی و بین‌المللی هست. با توجه به اینکه اعضای این گروه از ملیت‌های مختلفی هستند، هماهنگی و همبستگی خوبی در اجرای قطعات دارن که قطعاً برای تماشاگرانی که الان در محل هستند، تعدادشون ایرانیان، اکثرشون غیر ایرانیان، میتونه جذابیت‌های خاصی داشته باشه. این شما و این گلبانگ. Stockholm, kom igen, upp med händerna, kom igen! Mars! Jajamän! Jajamän, Mars! یکا کشان ستاره شب چون سفید روشن پرین و ماه و زهره شب زنده دار با من یکا کشان ستاره شب چون سفید روشن پرین و ماه و زهره شب زنده دار با من سرکش چو روح دریا دل از کفم گریزان تا عشق ساز آمد پیک خوش بهاران پیک خوش بهاران سرکش چو روح دریا دل از کفم گریزان تا عشق ساز آمد پیک خوش بهاران پیک خوش بهاران پیک خوش بهاران یکتشان ستاره شب چون سفید روشن پرین و ماه و زهره شب زنده دار با من یکتشان ستاره شب چون سفید روشن پرین و ماه و زهره شب زنده دار با من شبا میرا نهار هره upp med händerna, kom igen allihopa! Jajamän! Varsågod! رویت صد جوانه بر شاخه نهالک رفته نوع طبیعت بر پیکرش مبارک بر سنترش کوچه سبزینه بهاران روح کبیر تشنه در انتظار باران روح کبیر تشنه در انتظار باران باشد یمن شادی روز نو از در آمد همراه سال کهنه افسون غم سر آمد افسون غم سر آمد افسون غم سر آمد پر عطر و رنگ و شادی روز نو از در آمد همراه سال کهنه افسون غم سر آمد افسون غم سر آمد افسون غم سر آمد یکتشان ستاره به پایان پخش زنده تلویزیونی این کنسرت میرسیم. البته این وعده رو بهتون میدم که در برنامه‌های آینده صدای آمریکا بخش‌های دیگری از این کنسرت رو براتون پخش خواهیم کرد. از مدیریت صدای آمریکا تشکر میکنم. از تهیه کنندگان کمیته جشن چهارشنبه سوری در استکهلم سپاسگزارم. از همکاران دوستای خوبم در بخش‌های مختلفم تشکر میکنم که در کنار من بودم و تونستیم این برنامه رو زنده و مستقیم فقط برای شما بیننده‌های صدای آمریکا به منازلتون بیاریم. لحظات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. عیدتون مبارک، نوروزتون بیروز، چهارشنبه سوری مبارک. Tusen tack! سپاس میکنم. به امید اینکه آتش عشقتون همیشه پابرجا باشه. نوروزتون پیروز!